عجیب ترین بیماری میدونی چیه؟ تپش قلب داری اما دکتر میگه قلبت سالمه. نفست داره بند میاد، فکر میکنی کرونا گرفتی اما میگن ریت مشکلی نداره. چشمات داره تار میبینه ولی چشم پزشک میگه همه چیز سالمه. دلپیچه داری، دکتر گوارش برات اندوسکوپی انجام میده، میگه مشکلی نیست. دست و پات گزگز میکنه، میترسی که MS گرفته باشی اما هر چی بررسی میکنی همه چیز سالمه. موقع حملات احساس میکنی داری میمیری اما دکترها میگن نگران نباش، باعث مرگ نمیشه. 100 تا دکتر میری همشون میگن شما سالمی، نیاز نیست بیای دکتر. فهمیدی یا بیشتر توضیح بدم؟ درسته، من دارم در مورد بیماری پنیک صحبت میکنم، یعنی حملات هراس و وحشت زدگی که مغز ما از علائم اضطراب میترسه اما خوشبختانه خطرناک نیست و با درمانهای مختلف دارویی و غیر دارویی میشه کاملا درمانش کرد. توی کپشن بهت میگم که چیکار کنیم. این پست رو سیو کن تا گمش نکنیم.